صرافی ها و بروکرها چیست؟ صرافی و بروکر محل انجام معاملات شماست. یعنی شما برای معاملات باید در این صرافی یا بروکرها ثبت نام کنید و حساب باز کنید و داراییتون رو در حساب بریزید و معاملات انجام دهید. بزرگترین و بهترین صرافی جهان بایننس هست که البته بهترین صرافی ها به ایرانی ها خدمات نمیدن به دلیل مسائل اقتصادی که ایران در FATF نیست. صرافی هایی هستن که هنوز به ایرانی ها خدمات میدن و حالا در صرافی ها تمرکز بیشتر روی ارزهای دیجیتال است. البته در بهترین صرافی ها فارکس هم وجود داره، ولی در بیشتر صرافی ها بیشتر تمرکز بر ارزهای دیجیتال است و اگر شما بخواید روی ارزهای دیجیتال معاملات انجام دهید باید در صرافی حساب داشته باشید. و حالا بروکر چیست؟ شما برای فعالیت در بازار فارکس باید در بروکرها حساب باز کنید و معاملات انجام دهید. بازار فارکس هم که شما میتونید روی جفت ارزها و طلا و نقره و نفت و حتی سهام‌های شرکت‌های مختلف خرید و فروش انجام دهید. و بهترین بروکرها باز هم به ایرانی‌ها خدمات نمیدن، ولی باز هم بروکرهایی هستند که ایرانی‌ها ازش استفاده میکنن.